سلام، این ولاگ سفر دانشجویی یه روزه ما از اصفهان به کاشانه. اینم دوستم نگینه که از مدل نشستنش تو اتوبوس خیلی راضیه. اینجا رسیدیم کاشان و اسنپ گرفتیم به اولین جای دیدنی که می‌خواستیم بریم، یعنی باغ موزه فیل. چرا مردم پول و سکه ها و دستمنداشون رو اینجا انداختن؟ آره ما هم با کوله پشتی اومده بودیم و موقع عکس گرفتن یکم معذب بودیم، ولی نگین با یک کیف کوچولو اومده بود و اینجا خیلی به خودش افتخار می‌کرد که الان نگین احساس غرور میکنه به خاطر اینکه کیف نیاوردم. من خیلی خوشحالم چون که کیف نیاوردم. بشین گذر عمر رو ببینی اینجا. ببینی جوونی کجایی؟ یادش بخیر. من الان دارم نگاه میکنم گذر عمر رو دارم میبینم. هیچ کاری هم از دستم بر نمیاد. فقط میتونه ببینه. فقط میتونم نگاه کنم که داره میبینه. دارم گذر عمر رو میبینم. سن این درخت 300 ساله. اینجا هم موزه باغ فینه که آثار قشنگی داشت.
ظهر شده بود و هممون گرسنه بودیم. رفتیم به سمت نزدیکترین رستوران به اونجا. اینجا داشتیم مشورت میکردیم چه سفارش بدیم. در نهایت هم کباب کوبیده و جوجه و کشک بادمجون سفارش دادیم. اینجا خیلی اسب و کالسکه دیدم، انگار تو خیابونای اونجا نرمال بود. اینجا داشتیم دنبال خونه بروجردیا میگشتیم. گلابزیریه. اینجا یه جایی بود بهش میگفتن گذر علی خان، همش مغازه و عطاری و اونجور چیزا بود.
میخواستیم بریم خونه طباطبایی ها ولی متاسفانه تعطیل بود. کنار اونجا یه امامزاده بود، ما هم رفتیم برای زیارت. اینجا هم آوازخوانان داشتیم، میرفتیم به سمت موزه اسباب بازی و عروسک. آره والا. مبارک میخواد سروناز رو نجات بده. حالا این خانومه کیه؟ این خانوم مادر دیو، اسمش ورور جادوه. اگر دقت کنین میبینین که دو تا صورت داره. هر موقع که ورور جادو عصبانی بشه اون روی سگش میاد بالا. اون قسمت اون روی سگش. اون روی سگ. بسیار روی سگ. این روی سگش خوشه. سگش خیلی این چوب اسمش چوب‌تره. بابای مبارک یا بابای کاخیمه مبارک رو با این چوب تمرین کرده. و این دوتا عروسک توسط آقای حسن لوییان درست شده. ایشون یه برقکار و شعبده باز بودن. اواخر عمرشون این دوتا عروسک رو با چسب برق درست میکنن. چه جالب. یه تقریبا 2 هفته پیش هم نوه‌شون اومده بودن اینجا. و یه عروسک خیلی شبازی از ارمنستان. و عروسک‌های این قسمت دستکشی هم، عروسک‌های اون قسمت با نخ نمایش داده میشن و اکثرا توی شب اونا رو استفاده میکنن. به خاطر همین میگن خیلی شبازی. توی شب نمایششون کردن. این عروسک‌ها با ساخته شده هستن و این خب اون سمن فروش و پهلوانی اون باز کناری سمناسی اونا قیمت بیشتری دارن. اینا بازه. اگر نگاه کنید اون قسمت اونا ابتدایی ترین اسباب بازی ها هستن. بعد میان به اونا چرخ اضافه میکنن و دیگه خیلی پیشرفته ترش میکنن و بهش مفصل و اندام حرکتی اضافه میکنن. این حالا اون رو بعدش رفتیم ببینیم هیچی نداره که بشه ازش جدا کنیم. این عروسک رو بهش میگن گیشه. توی خاقام گیلامون و بزرگایی رو با چادر و منطقه درست میکردن و براش چشم نمیذاشتن چون معتقد بودن چشم جاییه که خدا در اون روح میدمه، پس تو کار خدا دخالت نمیکرد. و کلا قدیمیا مامان بزرگا مامانا عروسک رو ساده درست میکردن. کلا چشم براش نمیذاشتن، ابرو یا کامل درستش نمیکردن چون فکر میکردن که اگر این کارو کنن انگار یه موجودی خلق کردن و مثلا اونا خدا توی اون دنیا مثلا باید جواب پس بدن به این کاری که کردن. و این عروسک ها برای قزوینه، بندر گناوه، بوشهر، نهاوند، اسپول، ایل بختیار. بوشهر یه بوشهری داریم.
بوشهری هستن اینجا. خب الان یه چیز بگم نمیدونید میتونید جواب بدین یا نه. این عروسک توی بوشهر نماد چیه؟ نماد عروسه کلا. البته خود بوشهر که نه، ممکنه برای روستاهای اطرافش باشه. چوب کنار عروسکی چیه؟ بچه. دیگه چی؟ نوزاد. آفرین، چوب کنارش داماده. وای چرا داماد چرا چوبه؟ من نمیدونم شما جواب بدین چرا چوبه؟ بوشهری هستن. خب ممکنه برای روستاهای اطرافش باشه یا ممکنه برای خیلی قدیم‌ترها باشه، ولی خب اینا همه تحقیق شده و یه منبعی داشته که از اونجا. نه حالا فلسفه‌ش چیه که عروسک پسر رو ساده درست می‌کردن. براش وقت نمی‌ذاشتن که حالا مثل عروسک دختر لباس براش درست بکنن. یه چوب برمی‌داشتن، یه پارچه دوشی پیچیدن. حالا اگر قدیمی‌تر که ازش بپرسیم ببینیم که گیلان، ارمنستان، خراسان و کردستان. عروسک هایی که از گیلان هستش رو این عروس گندم این ورزامشته با آخرین خوشه گندم، برنج و یا جونا رو درست میکنن کشاورزا و از سردر خونه هاشون آویزون میکنن، نماد برکت هست براشون. مثلا نزدیک عید هم که میشه اونا رو میندازن داخل آب و دامنشون سبز میشه. چه جالب. تونس، برمه، اندونزی، هند و تایلند. توی هندوستان دو تا حیوان هست که خیلی براشون مقدسه. یکیش گاو، یکیش گاوه، یکیش نه فیله. آفرین. اونجا رو نگاه کنین. میان یه عروسک یک پارچه و دو سر درست میکنن که یک سر فیل و یک سر گاو داره. مقدس بوده براشون. بله. هلند، ترکیه، پینوکیو از کجاست؟ ایتالیا، لهستان، این عروسکی که گوش هست برای لهستانه، و فرانسه، چین، پرتغال، اسپانیا. معروف‌ترین اسباب بازیمون علی برده است. این علیه. بهش بگید بپر. بگید بپر. قشنگ همتون بپر. بپر. بال با چوب درست. فکر میخواد بگی پای بگی بپر. بعدش هم رفتیم تو فروشگاه سوغاتی، گلاب و شیرینی و اینجور چیزا خرید. تو فروشگاه‌های صنایع دستیشون پر از تنگ و لیوانای شیشه‌ای رنگی بود که منم یه لیوان خریدم که خیلی بامزه بود. اینجا هم از اینکه ماهیاشون رو اینجوری می‌فروختن تعجب کردم. اینجا هم شب شد و داشتیم برمیگشتیم سمت اصفهان. ولی سرش تو گوشیه. ممنون که تا اینجا همراه من بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره.